توی این ویدیو میخوایم یاد بگیریم که چطور میشه از طریق اینترنت یا گوگل اطلاعات یک نفر رو کامل به دست آورد. عکس، پروفایل، یوزرنیماش، آیدیاش، کدوم سوشیال مدیا فعالیت داره، پروفایل داره یا اینکه اصلا داخل چه سایتایی ثبت نام کرده و کجای آی پیش کجای آدرسش کجای. هر جور اطلاعاتی که از یک نفر بخواید تو این ویدیو کاملا یاد میگیرید. کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید تا ظرفندهای بیشتر یاد بگیرید. اصلا چطور هکرها میان به اطلاعات ما دسترسی پیدا میکنن. برای قسمت اول اینکه ما بخوایم یک شخص رو توی اینستاگرام پیدا کنیم، ببینیم چه کسی رو فالو کرده، پیجش چیه، ویدیوهاش چیه، کل مجموعه فعالیتش رو به دست بیاریم. یک عبارتی هست، من تمام عباراتایی که توی این ویدیو میگم و توی کپشن حتما میذارم که به راحتی بتونین اونها رو کپی کنین و سرچ کنین. توی گوگل میایین در قسمت سرچ میکنین سایت instagram.com این تکست آیدی اون پیج، آیدی اون شخص. من آیدی پیج کاری خودم رو زدم و زمانی که این فعالیت انجام دادم خود گوگل از طریق اینستاگرام، خب اینستاگرام در واقع یک وبسایته، اومد تمام پستایی که من تا به اینجا بارگذاری کردم یکی یکی نشون داد. حالا مشابه من پیجای دیگرم آورده، چون من در پیج اینستاگرام زیاد فعالیت ندارم و پستای کمی دارم، مگر نه اگر فعالیت شما خیلی زیاد باشه از اول تا آخر شما رو نشون میده. تو قسمت ویدیوهایی که میایین تمام این ویدیوهایی که مشاهده میکنید مال پیج منه، مال اون آیدی که زدید، همش مال پیج منه. از اول تا به اینجا کاملا میاد فعالیت‌های آیدی که اینجا وارد میکنین، چه پیج خودتون، چه میخواین آمار پیج دوستتون رو در بیارین، آمار پیج رقباتون رو در بیارین، میتونین با این عبارت سایت instagram.com این تکست امیرداودی.ir یا آیدی که میدونین. اگر که پیجی که خواستین آمارش رو در بیارین پرایوت بود، یعنی شما یک پیج پرایوت داشتین خواستین آمارش در بیارین، قبل از اینکه آیدی رو بزنین یه دابل کوتیشن میزنین، این طرفش هم این کار رو انجام بدین. این کارو که انجام بدین آمارش رو بهتر بهتون میده. الان من بزنم میاره در کل، چون من پیجم پابلیکه، پرایوت نیست. برای پیجای پرایوت حتما از این دابل کوتیشن باید استفاده کنین تا بتونین نتایج رو درک کنین. اگر که اون اتفاق نیفتاده بود که مسئله‌ای نداره. یه قسمت دیگه ای داریم که ما میتونیم از طریق عکس شخص، عکس پروفایل یک شخص داریم، مثلا این پروفایل ما داریم یا عکس یک شخصی رو داریم، می‌خوایم اون رو به دستش بیاریم که آقا این عکس چه پروفایلی داره، چه نام کاربری براش اسم خورده. شاید طرف میتونه بره عکسش رو بذاره روی شبکه مجازی، روی سوشیال مدیایی، ولی اسم دیگه رو بزنید. سایتی باید به اسم فیس چک آیدی. زمانی که می عکس اون شخص رو، من حالا عکس یکی از بازیگرا یا مجری‌ها رو میزنم، سینا ولیعصر رو میزنم که بهتر درک کنیم. عکس اینجا بهش میدیم و بهش میگیم سرچ کن، واسم سرچ کن و ببین چه شبکه‌هایی داره. آیا فقط اینستاگرام داره، فیسبوک داره، یوتیوب داره، یاندکس داره، توییتر داره و غیره. هر چیزی که داشته باشه اینجا اون به ما کمک میکنه و بهمون اطلاعات میده. یکی از این سایت میتونید کمک بگیرید، یکی از سایت پیمیس. این همه سایتی که اگه عکس رو بهش بدین تمام عکسایی که چه مشابهش باشه چه خودش باشه در هر شبکه اجتماعی، در هر سوشیال مدیای، سایت و غیره هم باشه بهت کمک میکنه و این شخص رو بهت معرفی میکنه. الان که اینجا اوورد ببینید میگه که آقا این عکسی که من دادی یوتیوب داره، اینستاگرام داره، پایینتر که بیایم باز یوتیوب چون فعالیتش بیشتر تو یوتیوبه، اینستاگرام، فیسبوک، هر جا فعالیت داشته باشه و کلی عکسای مشابه مثلش هست نشون میده. اگر کسی هم شبیهش باشه رو مسلما نشون میده. مثلا نه همش خودش عکسای قدیمی ترشه و هر جا عکس ببینه حتی اگه داخل سایت و غیره باشه بهش نشون میده. یکی از این طریق میشه طرف رو پیدا کرد. یکی هم خود گوگل لنز گوگل، یا از اینجا میتونیم به گوگل لنز دسترسی پیدا کنی یا توی گوگل سرچ ایمیج رو میزنیم که مستقیما وارد بشه. سرچ ایمیج رو میزنیم میایین شخصا روی گوگل لنز و میتونین بهش یه عکسی رو بدین. میاد تو این قسمت اینجا یه عکسی رو میدین که حتی اگه بخواید لوکیشن یک عکسی رو هم پیدا بکنین میتونید به راحتی از اینجا استفاده کنید. اون عکستون رو میارین بالا، اینجا فایل مورد نظرتون رو بارگذاری میکنید. من همچنان عکس خود سینا ولیعصر رو میذارم، اینو بارگذاری میکنید و میاد تمام عکسایی که ازش موجوده داخل یوتیوب، داخل اینستاگرام، سایت و غیره بهتون میدهش. اگر هم مکانی رو خواستین پیدا کنید میتونید اون لوکیشنتون اینجا عکس بزنید و مکان رو بهتون میگه دقیقا این کجا. از طریق سایت هایی که این عکس که شما بهش دادین مشابهش رو میره پیدا میکنه. خب یه قسمت دیگه هست، یک وبسایت دیگه هست که شما میای یوزرنیم اون شخصی که دنبالشین رو میزنید اینجا که آیا این شبکه‌های دیگه فعالیتی داره یا خیر. من یوزر پسورد خودم رو میزنم، میگه یوزرنیم یوتیوبش فعاله، تیک تاکش فعاله،
فیسبوکش فعال، اسنپ چت هم داره و اینجا هم ثبت نام داره. بقیه اینایی که در دسترس نیست، یعنی میگه اینا رو نداره، مثلا من با این یوزرنیم توییتر ندارم، بله یوزرنیم من توی توییتر اصلا اسم و فامیلم نیست، دیگه مشخصه. اما اون یوزرنیمی که میدونین شخصا زیاد استفاده میکنن اینجا بدین، تمام فعالیتاش داخل تمام شبکه‌های اجتماعی دیگر رو بهتون معرفی میکنه. یه وبسایت فوق العاده دیگه داریم که این بالا درج شده، اسم سایت قبلی اینجا هست، من تمام اسم سایت ها رو براتون داخل کپشن میذارم. این وبسایت قسمت تولز ابزارش کمکی خیلی خوبی بهتون میکنه. من میام آیدی اون شخص یا آیدی خودم رو اینجا سرچ میکنم، میزنمش، تمام پروفایلایی که من دارم عکساشو بهتون میده. میگه مثلا این شخص با این یوزرنیم توی توییتر این پروفایل داره، توی یاندکس، توی فیسبوک، داخل هر قسمتی که موجوده اینجا بزنین پروفایل همون رو بهتون. مثلا من اینستاگرام میزنم، اینستاگرام باز میکنه و میگه این یوزرنیمی که زدی اینجا این پروفایل داره. الان باید لاگین کنیم، کسایی که لاگین داشته باشن قطعا بهشون نشون میده. یا قسمت بعدی یک وبسایتی موجوده که شما میتونید از طریق آدرس ایمیل شخص مکانش رو دسترسی پیدا کنید. شما ایمیل رو میان داخل این سایت بارگذاری میکنید، ایمیل اون کسی که در نظر دارین، عکس ایمیل رو بهتون میگه. من عکس ایمیلم همینیه که داخل پروفایل یوتیوبم قرار گرفته. عکس ایمیل رو بهتون میگه، آی پیش رو بهتون میگه، یه سری آدرس ها بهتون میده و گوگل مپش رو بهتون میگه آقا اگر لوکیشنش رو باز کنید این شخص حدودا در این محدوده قرار گرفته و میتونید از طریق آدرس جیمیلش بهش دسترسی رو دارید. ریدم تو قبل پدرت. خدمات به چی 7 دقیقه‌اش رفت؟ دقیقا زمانی که روی این قسمت گوگل مپس کلیک کنید میاد محدوده محل زندگی اون شخص رو بهتون نشون میده که کاملا هم درست در آورده و اینجا میشه محدوده اون شخص از جیمیلی که بهش دادین که داره زندگی میکنه و هستش. حالا شاید بیشترین حاضر بودن این لوکیشن هم بهتون نشون میده، مثلا میگه بیشتر توی این منطقه بوده، خب بیشتر همون محل سکونت میشه دیگه اگر استفاده کنین. تب بعدی تاریخ فعالیت رو میاد براتون اعمال میکنه و یه سری تبای دیگه که کلا مربوط به این داستان نیست. پایین تر که بیاره من رو پنهان کردم، میگه که این اکانت تریلو هم داشته با این جیمیل و یه سری فعالیت ها، عکس ها و غیره هم اینجا رد و بدل شده و سایت هایی که ثبت نام کرده کلا سایت هایی مثل پینترست و غیره رو کل فعالیت های ایمیل رو براتون اینجا اعمال میکنه. یکی از بهترین سایت هایی که میتونید با ایمیل شخص یا حتی با شماره تلفنش میتونید از شماره تلفن هم استفاده کنید که فکر نکنم برای خطای ایران جواب بده. ما تست کردیم جواب نداده. برای افرادی که خارج از ایران زندگی میکنن میتونه اون مکان و لوکیشن طرف رو براتون پیدا کنه. این چند روش، این چند سایت به راحتی میتونید اطلاعات یک شخص رو پیدا کنید و برای تفنده بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب کنید.